آیتم‌های مخفی تو پاور بی آی چیا هستن و ما چرا باید حواسمون به اینا باشه؟ سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من حسینم و تو این کانال درباره تکنیک‌های داشبورد سازی با پاور بی آی صحبت می‌کنم. از پاور کوئری و دیتا مدل گرفته تا فرمول‌نویسی دکس و ویژوالایزیشن. پس اگه به این موضوعات علاقه دارین کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که برای ویدیوهای جدید نوتیفیکیشن بگیرید. اما بریم سراغ ویدیو امروز، ببینیم که آیتم ها یا ویژوال ها و نمودارهای هیدن یا مخفی چیا هستن و چطوری میتونن گزارش‌های ما رو دستکاری کنن و ما چطوری باید اینا رو منیج کنیم. بریم رو کامپیوتر براتون توضیح بدم. خب برای این ویدیو هم من از گزارشی که برای چالش 22 انترپرایز دی ان ای ساختم میخوام استفاده کنم که در واقع مدیریت درآمد هتل بود. این یکی از صفحه‌های گزارشه. خب من تو این ویدیو میخوام درباره آیتم های مخفی صحبت کنم. یکی از چیزهایی که خیلی از بچه‌ها وقتی کارشون با پاور بی آی شروع میکنن چک نمیکنن این سلکشن پینه. شما خیلی راحت میتونین از تب ویو در واقع روی آیتم سلکشن کلیک کنین و این در واقع پنل یا پین رو براتون در واقع باز میکنه. اینجا شما یه سری از آیتم هایی که دارین آیتم هایی هستن که هیدن شدن. حالا چه دارین از بوکمارک استفاده میکنین، چه در واقع یه مثلا اسلایسر یا مجری رو یا یه نموداری رو مثلا ساختین بعد هیدنش کردین بعد فراموش کردین که اصلا یه همچین اسلایسر یا چارتی توی تو صفحه گزارشتون هست و شروع میکنین مثلا بدون توجه به این آیتم، بدون توجه به صفحه در واقع سلکشن پین، آیتم های صفحتون رو پاک کردن. مثلا فرض کنید که ما اینجا میخوایم این نمودارها رو پاک کنیم و مثلا چند تا نمودار جدید بسازیم. خب همین که من اینا رو پاک کنم، صرفا پاک کردن اینها به مفهوم این نیستش که من هر چی که توی گزارشم بوده پاک کردم. چرا؟ چون اگه برگردیم به سلکشن پین میبینیم که کلی آیتم هنوز هستش که در واقع اینا مثلا ممکنه یه اسلایسری باشه یا مثلا آیتم هایی که اینجا هست. الان میبینید دیگه مثلا ما اسلایسرهای مختلفی رو به صورت بوکمارک کار کرده بودیم، همشون تو این صفحه هستن و اگر من اینو قبلا انتخاب کرده بودم مثلا روی یه کانتری یا روی یه ماه مشخصی مثلا فیلتر بود، همچنان اینها که در واقع هیدن هستن فیلترشون توی بک‌گراند داره عمل میکنه و من ممکنه که بیام اینجا و یه نموداری مثلا بسازم بر اساس حالا مجرهای دیگه و مثلا هی چک کنم ببینم که چرا من دارم عدد اشتباهی میگیرم از این مجر، یا مثلا وقتی که شما اینو انجام میدین و دیولپ میکنین برای حالا اون مشتری و هی نگاه میکنین که چرا من دارم مثلا عدد مقدار بلنک برمیگردونه به من این مجر، چرا همش مقادیر اشتباهه، در صورتی که شما اصلا توجه نکردین به اینکه توی سلکشن پینتون چه آیتم هایی هست. و این حالت بیشتر زمانی اتفاق میفته که شما میخواین از صفحات گزارشتون مثلا یک صفحه از گزارش ساختین، لی‌اوت و استایل و استراکچر گزارش در اومده، از اون یه دونه دوپلیکیت میگیرین و میخواین یه صفحه جدید با همون شکل و ساختار داشته باشین و وقتی که دوپلیکیت رو میگیرین، مثلا من اینجا از صفحه اوورویو دوپلیکیت بگیرم، دقت نمی‌کنین دیگه به اون آیتم هایی که هیدن شده و اونها باید مثلا ممکنه برای این صفحه شما اصلا نیازی به اون اسلایسر ها نداشته باشین، مثلا اونها همه باید پاک بشه. این خیلی مهمه که بهش توجه کنید. و نکته بعدم برای زمانی که شما میخواین اسلایسر ها یا نمودارهای یک صفحه رو پاک کنید، یکی از بهترین حالت‌ها اینه که از گزینه در واقع از کلید کنترل A استفاده کنین برای انتخاب کردن همه آیتم ها. همونطور که می‌بینین حتی آیتم های هیدن هم اینجا انتخاب شدن و وقتی شما در واقع کلید دیلیت رو میزنید کل آیتم ها پاک میشن و دیگه هیچ چیزی توی سلکشن پینتون نیست که نگرانش باشید. نکته بعدی که خیلی مهمه دونستنش اینه که وقتی شما از یه صفحه دوپلیکیت میگیرین و یه سری اسلایسر حالا چه هیدن چه غیر هیدن توی گزارشتون دارین، اگر که برین توی در واقع بخش سینک اسلایسر، از اول باید اسلایسرتون رو انتخاب کنید. بذارید من اینایی که هیدن هستن رو در واقع خب اینجا میبینید که الان مثلا ما برای ماه اسلایسرمون ماه می رو انتخاب کرده. وقتی که اون اسلایسر رو انتخاب کنید و برید توی در واقع پنل سینک اسلایسر، میبینید که همچنان این اسلایسر شما همون اسلایسریه که توی در واقع صفحه های اول یا صفحه‌ای که ازش دوپلیکیت گرفتین هست، فقط با این تفاوت که در واقع سینک نیست. و اگر شما میخواین اینو سینک کنین، کافیه که اینجا در واقع این باکس رو تیکش رو بزنید و اگر این کار رو نکنین و به این
در واقع اسلایسر هایی که هیدن هستن توجه نکنین، شما خودتون میایین یه دونه اسلایسر دیگه جدید میسازین و توی این صفحه 2 تا اسلایسر دارین و خب اینا ممکنه اون اعدادی که شما دارین نشون میدین رو در واقع اشتباه نشون بدن و باعث بشن که شما گیج بشین که چرا مثلا من فلان عدد رو انتخاب میکنم توی صفحه دیگه و اینجا یه عدد دیگه به من نشون میده. و بنابراین خیلی مهمه که وقتی که دوپلیکیت میگیرین و اسلایسر دارین توی صفحاتتون، حتما این پنل سینک اسلایسر رو بهش توجه کنین. اگر میخواین اسلایسراتون با هم سینک باشن، حتما چک این گزینه رو بزنید و اسلایسر دیگه‌ای با همین اسم و از روی همین فیلد دوباره مجدد نسازید. اگر علاقه دارین که با این گزارش‌ها کار کنین، من لینک صفحه نوی پروی خودم رو داخل دیسکریپشن گذاشتم، میتونین چک کنین و هر کدوم از گزارش‌ها رو انتخاب کنین، صفحات مختلفش رو بررسی کنین و اگه کامنتی دارین توی بخش کامنت‌ها برای من بنویسین. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشین و مطلب یا نکته جدیدی یاد گرفته باشین که توی گزارش‌ها و داشبورداتون بتونین ازش استفاده کنین. نظراتون برام مهمه، پس لطفاً برام کامنت بذارین. اگه سوالی هم درباره هیدن آیتم ها یا آیتم های مخفی دارین، حتما تو بخش کامنت ها میتونین بپرسین. مرسی از توجهتون، به امید دیدار.